بسم الله الرحمن الرحیم. خواستیم همین طریقی خواندن نماز نشان دهیم برای کسانی که نو نمازخوان شدند یا کسانی که نمازخوان هستند و اما بعضی نازکی های خواندن نماز آگاه نیستند. همین فرض کردیم همین دو رکعت نمازی بامداد سنتش خواندنش طرزش نشان دهیم چگونه خوانده میشه. انا وقتی که طهارت کردیم و همه شرط های پیش از آغاز کردن نماز اجرا کردیم، بعد رو به قبله بالای جای نماز قرار میگیریم و پایهای خود را درست میگذاریم. مابین پایها 4 یا 5 انگشت گشاد باشد کفایت. پهن گذاشتن این دور از خشوع و خضوع است. تواضع و خشوع به دلالت نکردگی حالت همین پای معتدل گذاشتن است. بعد نیت میکنیم. نیت کردم میگذارم 2 رکعت سنت نماز بامدادی وقتی که بر من است. روی آوردم به قبله به جهت کعبه، خالصا لله تعالی، الله اکبر. انا همین دست برداشتن ترتیبش همین طریق است که نیت کرده شدن بعد دست میبرداریم. بعضی ها در وقت نیت کردن دست میبردارن، حالی نیت تمام شدگیش نه، همین خیلی قرار داده نیت کرده این قرار نیستد، بعد میبندن. همین حرکت کردن در کار که دست برداشتن زمان در حال با پرتافته شود، گرفت بسته شود. دست این خیلی بردوام نگاه داشتن خوب نیست. برداشتن زمان الله اکبر افتاد در بستن در کار. دیگرش یک جهتش همین که باید در وقت دست برداشتن همین کفها طرف قبله باشد. همین خیلی این خیلی کرده شد خطا میشد. این خیلی بعد حالت انگشت ها باید معتدل به حال خود باشد. مقصد نه این خیلی جفت میکنیم انگشت های به هم دیگر، نه پهن کرده میکشویم، بلکه همین خیلی آزاد میایستد. بعد در وقت گوشت بردن 2 انگشت کلام نولش به نرمی گوشت میرسانیم تا که برابر شدن به گوشت یقین شود. همین خیلی انگشت به گوشت رسانده میشد. الله اکبر. همین الله اکبر هم بعد باید که درست تلفظ کرده شود. همین الله الفش مد کرده دراز نمی کنیم. الله همین طریق باید نگوییم. الله خطا. بعد اکبر بیش باید که دراز کشیده نشود. اکبر شود خطا می شود. اکبر الله اکبر. همین طریق. بعد طرزی بستن دست در زیر ناف بسته می شد. کف را به کف گذاشته 3 انگشت را بالای بند دست، 2 انگشت از دو طرفی بند دست رو میگذاریم. همین طریق در زیر ناف میگذاریم. همین طریق باید بسته شود. انا یک خطاگیه که بعضی ها میکنند در بستن دست بند دست میقپن و این دست کشال میخیل میکنن. این درست نیست، ترک سنت است. یا بالای ناف میبندن، یا بالای خودی ناف یا بالای شکم. باید طریق سنتیش همین زیر ناف به دست بسته شود. همین طریق در کف بالای کف بیستد. میخیل این طرف میخیل نفراید. خب وقتی که الله اکبر فت دست بستیم سبحانك اللهم میخونیم. اعوذ بسم الله نمیگوییم. حالی اول ثنا میخونیم، یعنی ثنا گفته نمی سبحانك اللهم، سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. بعد از آن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم. بعد سوره فاتحه میخونیم. سوره فاتحه خونده آمین میگوییم و بعد ضم سوره میکنیم، یا اون سوره میخونیم بعد فاتحه.
زمین سوره که به اتمام رساندیم الله اکبر گفته رکوع بمیریم. یعنی رکوع برفتن باید دست ها پنجه ها کشوده پهن زانو را پخش کرده شود. نمیخواد یعنی در وقت رکوع دست این خیلی نمیکنیم بلکه انگشت‌ها رو میکشویم. نمیخواد و باید که تخت پشت با سر برابر نمیخواد چی باشد. این طریق باید باشد. در وقت رکوع کردن سر این خیلی هم نباشد و از تخت پشت دیده پایانتر نمیخواد پرتوسته هم نشود. یعنی سر برابری تخت پشت است. این طریق راست شود. 3 بار سبحان ربی العظیم میگوییم. این کمش است. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. بعد سمع الله لمن حمیده گفته راست میشیم. راست شدن بعد ربنا لك الحمد میگوییم. در بعضی روایت ها ربنا ولك الحمد اینش هم درست است. و یا اینکه اللهم ربنا ولك الحمد این طریق گفتن هم آمدگی. از همه کلترینش همین ربنا لك الحمد راست شدیم. این نامش قومه میگن. بعد از آن الله اکبر گفته سجده بمیریم. سجده به رفتن طریقش همین که اول زانو میگذاریم. زانو رو، بعد از آن دست رو، بعد از آن سر میگذاریم. سر اول بینی میگذاریم بعد پیشانیه. در حالت سجده باید پنجه ها زیپ باشد، کشادگی نشود. زیپ و مابین فاصله دو دست همین روی کله میگنجیدگی جای باقی ماند کفایت. و باید که سری ما در مابین همین دو کف قرار گیرد. مثلا دست این خیل کنیم و از سر بالا دست استد درست نیست. تو این خیل کنیم هم درست نیست. سر اینجا بیستد و کف اینجا به. باید سر مابین همین دو کف گذاشته شود. و در وقت سجده باید اورنج به زمین نرسد. اورنج برداشته شده استد. و این چنین شکم از رام جدا استد. اورنج ها از زمین برداشته شده ایستاده باشد. انا همین طریق مابین دو کف به سجده اجرا کرده شود. طریقی رفتنش یه بار دیگه نشانتیم. الله اکبر 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوییم. بعد الله اکبر گفته میشینیم. ششتم به یک نفس آرام میگیریم یا یک تسبیح به اندازه یک تسبیح. بعد دویم سجده میریم. الله اکبر 3 بار تسبیح میگوییم. 3 بار تسبیح که گفتیم با الله اکبر گفته برکت دویم میخیزیم. دو چیز دیگر که در وقت سجده به رفتن و یا از سجده به قیام خیستن بعضی خطاگی هاش هست، همون هم بفهمانیم. همین در وقت سجده رفتن باید که راست اول زانوی گذاریم. یعنی که مقصد میان قد نمیکنیم. از رکوع که خیستیم سجده به رفتن ما باید این خیلی نباشد. همین خطا است. یعنی که میان رو قطع کرده زانو رو گذاشتن درست نیست. باید میان در حال راست بودن زانو که کشیده شود. نمیخواد زانو رو میگذاریم. بعد دست رو میگذاریم. بعد بینی رو، بعد پیشانی رو. در وقت خیستن الله اول دست میگیریم. بعد زانو رو، بعد میخیزیم. در وقت خیستن بعضی ها اول زانو رو میبردارن بعد دسته. این خطا است. اول دسته بعد زانو رو. بعد به عذر تکیه کرده نمیخیزیم.
انا میخواد زمین به دست کتی تکیه کرده خستن خوب نیست. لیکن اگر بیمار باشد کلان سال موسفید تا یک تکیه کرده چی نکند اگر خستن به عذاب میکشد برای آنها رخصت است که تکیه کرده خیزند. لیکن آدمی که صحت و سالم هست قوتش میرسد باید که زمین تکیه کرده نخیزد. وقتی دویم رکعت به خستیم الله اکبر گفته به دویم رکعت خستیم بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم و فاتحه میخونیم و ضم سوره میکنیم. همین کارهای پست میخونیم. فاتحه، ضم سوره، تکبیر همش پست میخونیم. چرا که این نماز سنت به تنهایی خوانده میشد و پست خوانده میشد. بسم الله گفتیم، الحمد خواندیم، بعد الحمد آمین میگوییم، بعد ضم سوره میکنیم. ضم سوره همون سوره رکعت اول به خواندگی پایانش میخونیم. مثلا رکعت اول به سوره فلق خوانده باشیم، رکعت دوم به سوره ناس میخونیم. رکعت اول به سوره فلق خوانده، دوم رکعت به سوره قل هو الله احد خوانیم اگر به ترتیب میشد مکروه میشد. برای همین باید سوره های هم ترتیبش رعایت کرده شود. خلاص بعدی که ضم سوره به اتمام رساندیم باز الله اکبر گفته رکوع بمیریم. انا رکوع که آمدیم 3 بار سبحان ربی العظیم گفتیم، سمع الله لمن حمیده گفته راست شدیم، ربنا لك الحمد گفتیم، بعد الله اکبر گفته سجده را آمدیم. الله اکبر گفته میشینیم، یک نفس آرام گرفته باز الله اکبر میگوییم. بعد از اون الله اکبر گفته به التحیات میشینیم. ششم باید که همین طریق باشد. دست ها بالای زانو، نوگ پنجه ها برابر زانو باید باشد. یعنی اون تو که ششتن درست نه، این خیلی ششتن هم درست نه. زانو اینجا به دست اینجا به باید برابر باشد، به لب زانو برابر بیستد. همین طریق. پنجه ها آزاد به حال خود، یعنی پنجه زیپ هم کرده نمیشد و کشاد کرده هم نمیشد. معتدل به حال خود قرار میستد. نمیخواد. بعد پاچک ها باید این طریق باشد. پای راست نمیخواد راست گذاشته میشد. انگشتای قطع کرده نمیشه طرف قبله بکره میشه. پای چپ خوانده بالاش رو نشسته میشه. این طریق نشسته میشه. بعد از آن التحیات میخوانیم. بعدی که قرار گرفته نشستیم التحیات لله و الصلوات و الطیبات گفته التحیات میخوانیم. بعد اللهم صل علی محمد و علی آل محمد تو آخرش میخوانیم. باز اللهم بارک علی میخوانیم. بعد از اون اللهم اغفر لی و لوالدی اینو میخوانیم. بعد از اون سلام میدهیم. طرز سلام دادن همین رو باید اون مقدار گردد که قفانگی ها به رو ظاهر شود. السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. در وقت سلام دادن خطاگی هایی که دیده میشد کم ترک سر اندر گرداند السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله گفته کم کم گرداندن چی نه باید به پرگی گردان بشود. یا اینکه اونقدر بسیار گردانی که کتفت حرکت کند این طرف، این هم خطا. السلام علیکم و رحمت الله گفته کفت ها باید نگردن، کفت ها به حال خود قرار باشد، خودی گردن بگردن. با انمی سلام دادن کی را نیت میکنیم؟ السلام علیکم گفته کیه در نظر میگیریم از این سلام خود. اگر با مردم جماعت که نماز خوانده باشیم انا همون انسان ها رو و اینچنین فرشته ها رو در نظر میگیریم. یعنی نیت ما از این سلام دادن انا همون انسان ها و همون فرشته ها است. و طرف چپ هم همیشه. اگر تنها باشید و کسی وجود نداشته باشد اگر مد نظری شما از این سلام دادنتان انا همون فرشته هایی که
وجود دارد. انا بعدی که دو طرف به سلام دادیم 3 بار استغفر الله میگوییم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بعد اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام میگوییم و دعا میکنیم که پروردگار همین نماز خواندگی به درگاهش قبول کند، نقصاناتش را بخشد گفته. هرچی دعایی که بعد نماز خواندنش آمده است همون دعا را میخوانیم و دستها را برای میمانیم. دیگر نمازها اگر 4 رکعت 3 رکعت نمازها باشدند به همین قیاس طرزی همین رکوع و سجده و قیام و قرائت و همین چیزها به همین نشان دادگی ها مانند می شود. و بعضی دیگر فرقیت هایی که هست این فرقیت هاش رعایت میکند. با یگان نافهمی باشد و یگان جاش به سوال پیدا شده باشد کمینترها به